خوش آمدید در این برنامه. گنجانیدن نام‌های سران هراس افغانان در فهرست سیاه جهان، تلاش افغانستان برای تنگ ساختن عرصه فعالیت طالبان. چرا حکومت افغانستان خواستار درج نام‌های رهبران طالبان در فهرست سیاه شده است؟ $1,000,000 برای عکس انداختن با دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیل. شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش این سازمان پیرامون وضعیت امنیتی افغانستان را به بررسی گرفت. وضع تحریم‌ها بر گروه طالبان یکی از بحث‌های محوری در نشست شام دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. در این نشست نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد از این سازمان خواست تا نام آن رهبران طالبان را که بر روند صلح نمی‌پیوندند باید در فهرست تعزیرات این سازمان بگنجاند. از سوی دیگر در حالی که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان جنگ را راه حل معضل کنونی کشور نمی‌داند و طالبان را به گفتگوهای صلح فرا می‌خواند، اما شامل ساختن نام‌های طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد چه تأثیر بالای فعالیت‌های هراس افغانانه گروه طالبان در افغانستان بر جا خواهد گذاشت؟ برای بحث بیشتر در این باره عباس نویان نماینده پیشین در مجلس و هارون میر آگاه سیاسی اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای میر، نخواست یک مقدار معلومات در مورد تحریم‌های سازمان ملل متحد از شما میشنویم. سازمان ملل متحد، تعزیرات سازمان ملل متحد یا فهرست سیاه سازمان ملل متحد در واقع چی معنا دارد؟ خب این تعزیرات بالای اشخاص که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع میشه در قبال طالبا قدر موثریت نداره، چون طالبا اشخاص و افراد نیستند که از نهادهای مدرن مالی دنیا استفاده کنند یا سفر بکنند به کشورهای خارجی یا از یک پاسپورت مشخص استفاده بکنند. ما شما قبلا هم شاهد بودیم که رهبران طالبایی که در لیست سیاه ملل متحد قرار داشتن قبلا توانستند که از طریق پاکستان با پاسپورت های پاکستانی با نام های مختلف مستعار بتونن سفر بکنن، که مولا منصور یکی ازی بود که از بازگشت به ایران توسط امریکایی ها مورد هدف قرار گرفت و باقی رهبران طالبان اکثریت تا خانواده اقانی سفر میکردن به خلیج، خصوصا به امارات، و اونجا مدتی را سپری میکردن. در قبال طالبان قدر موثریت نداره، اما میتونه که من حیث یک ابزار فشار روانی و سیاسی باشه بالای طالبان که در لیست سیاه ملل متحد قرار دارند. در غیر از او ما شما در حداقل یک دهه گذشته نتونستیم که از این طریق بالای رهبری طالب فشار بریم و یا تا مانع فعالیت های از اونا یا مانع سفر از اونا یا مانع مراودات مالی از اونا در دنیا شد. تحریم ها چه نوع می باشه و معمولا کدام گروه ها شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد میگردند؟ چون این تحریم ها بالای اشخاص است، نه بالای سازمان طالبان، و این اشخاص میتونه که از نگاه مراودات مالی دچار مشکلات شن، یعنی حسابهای بانکیشان در دنیا قرنطین شوه و سفر کرده نتونن در خارج از افغانستان یا خارج از پاکستان، و میتونن که هر گاهی که اینا شناسایی شوند بازداشت شوند، که بدبختانه در قبال طالبان هیچ یکی از این ملاحظات یا تحریماتی که ملل متحد وضع کرده بود بالای اسامی طالبان در لیست سیاه بودن تطبیق نشده. یعنی به این مفهوم است که اونا در جاهای زندگی میکنن چون پشتیبانی یک کشور دارن و اون کشور پاکستان است، بنابراین اونا به سادگی میتونن که از فشارهای ملل متحد فرار بکنن. اما از نگاه روانی میتونه که یک فشار باشه، چون هر لحظه حراس دارن که میتونن تحت تعقیب نه تنها نیروهایی که در افغانستان حمایت و در سفرهای خود در خارج میتونن که بازداشت شوند، اما چیزی است که در گذشته هیچ وقت صورت نگرفته. آقای میر، حالا به خاطر وضاحت هرچی بیشتر در مورد فهرست سیاه سازمان ملل متحد یا تحریم های سازمان ملل متحد میخوایم که شما بپرسم آیا گروه ها و یا سازمان های هراس افغانان و یا افراد در جهان وجود داشته که با وضع تحریم های سازمان ملل متحد بالای این گروه ها یا بالای این افراد در واقع اینها وادار به تن دادن به گفتگوهای صلح با دولت ها در جهان شده باشند؟ میتونه که من حیث یک ابزار فشار باشه. یکی از مثال های بسیار موفق از این موضوع سودان است که در سودان حکومت اسلامی سودان و یک از رهبری سیاسی سودان تحت
تحریمات مشابه قرار گرفتن و اونا حاضر شدن که در مذاکرات صلح و گفتمان حاضر شدن. در اروپا خصوصا در قضیه که در سربستان و یا صورت گرفت در جنگ داخلی که وقتی که سربستان از هم پاشید، این قسمت هم تاثیرات داشته. موفق شدند و بعضی از کسایی که در لیست سیاه قرار داشتن و خصوصا محکمه حقوق بشر که در اروپا است، اونا را تانستن که تا به پای قانون بکشن و اونا را محکوم بکنن و زندانی بسازن. اما در کشورهای همچون افغانستان که یا پاکستان که در اونجا طالبان زندگی میکنن، چون قانون در خود کشور تطبیق نمیشه، بنابراین نهادهای بین‌المللی بسیار مشکلات دارند که بتونن قوانین را که فراتر از قوانین داخلی کشورها است در اونجا تطبیق بکنن. بنابراین در ارتباط با طالبان از نگاه عملی موثریت نخواهد داشت، منتها از نگاه روانی بدون شک تاثیرات دارد. آقای نویان، چرا حکومت افغانستان در واقع خواستار گنجانیدن نام‌های سران طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام. با موافقت به نظرات جناب میر، ما فکر میکنم که ملل متحد، سازمان ملل متحد یک سازمان معتبر جهانی است، ولی متاسفانه اما اتوریته یا اما وزن خود در سر تمام جهان متاسفانه نظر به ضعف که داره یا قوای که امنیتی که ندارن نمیتونه تعمیل بکنه. به این خاطر تمام کشورها سر از که در اونجا عضویت دارن متاسفانه روی منافع خود زیادتر توجه دارن تا به منافع عمومی جهانی. به این خاطر بعضی کشورها و اکثر کشورها که منافع خود از کشور به مخاطره میفته، اونا به فیصله های سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل توجهی نمیکنه. که یکی از کشورها پاکستان است که در همسایگی ما قرار دارد که بسیار ناجوانمردانه از عضویت خود در سازمان ملل متحد هم سرباز میزنه و همچنان مسائل را که میگه با یک منافقت و درویی در قسمت کارهای خود یا توجیه کارهای خود در قبال سیاستهای منطقوی و جهانی اونا اعمال میکنن که واقعا میتونه که برای مردم افغانستان که تا حال ما متوجه شدیم یا تا حال میبینیم چالش برانگیز بوده. و از چند وقت پیش بود که بارها حکومت افغانستان و رهبری سیاسی دولت افغانستان از طالبان درخواست کرد و اونا را من حیث یک گروه سیاسی پذیرفت، ولی اونا به حاضر به مذاکره نشدند که تا بالاخره چند ماه قبل بود یا یک نیم ماه قبل بود که جناب رئیس جمهور از سازمان ملل و دیگر سازمان های جهانی درخواست کردند که تا سران طالبان را در لیست سیاه خود قرار بدن، تا اونا هم از نگاه از این که یک فشار روانی بالا از اونا هست، ولی اگر در یک کشور نورمال باشه که در اونجا باید فیصله های سازمان ملل متحد اعتبار پیدا بکنه و با او اعتبار بدن، در اون قسمت میتونه که بالای طالبان فشار بیارن و این فشار باعث از شه که اونا روی میز مذاکره حاضر شد. ولی متاسفانه پاکستان هیچ وقت به تعهدات خود صادق نبوده و به این خاطر در این فیصله هم متاسفانه که از این فیصله سازمان ملل متحد سر برد. آقای نویان، آقای ایر گفتن که همکنون شمار زیادی از رهبران طالبان و گروه‌های هراس افغان دیگر در فهرست سیاه سازمان ملل متحد و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا قرار دارند، اما این افراد آزادانه گشت و گذار میکنند، به قطر میرن، به پاکستان میرن و به دیگر کشورهای عربی در رفت و آمد هستند. اگر در واقع وضع تحریم ها بالای گروه هراس افغان در افغانستان یا افراد وابسته به گروه هراس افغان تاثیر نمیگذارد در عمل، تغییر در فعالیت های هراس افغانانه این گروه ها در افغانستان بر جا نخواهد گذاشت، چرا حکومت افغانستان بیشتر تاکید دارد تا نام سران طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد درج گردد؟ اما طور که یک فشار روانی، همونطور که جناب میرصاحب گفتن، یک فشار روانی بالای سران طالبان هست و شما میبینید که چند وقت پیش مایده صلحی که با حزب اسلامی امضا شد، سخنگوی حزب اسلامی تاکید زیاد داشت که هرچه زودتر نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل و لیست سیاه دیگر کشورهای متحدین افغانستان هستند، اونا باید از او کشیده شود. این معلوم میکنه که اونا به صورت آزادانه آنچنانی که لازم است، آنچنانی که یک فرد آزاد میتونه
به مسافرت بپردازن نمی‌رن. تنها پاکستان است که به اونا کمک میکنه و کشورهایی که متحد است با طالبان و از همیشه منافع طالبان از نگاه مالی اونا تمویل کردن، از نگاه مالی بر از اونا زمینه ها را ساختن که کشور قطر، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی هستند که متاسفانه سالهای زیاد است که با اونا همکاری دارن و طور که شما میدانین کشور عربستان سعودی اولین کشوری بود که طالبان بعد از پاکستان به رسمیت شناخت. یعنی معلوم میشه که اینا در نمیتونن، مثلا سران طالبان ممکن است نتونن به اروپا مسافرت بکنن، ممکن است سران طالبان نتونن به امریکا مسافرت بکنن، ممکن است سران طالبان نتونن که مثلا به کشورهای دیگه مثلا در امریکای جنوبی یا جای دیگه که بتونه مورد در دسترس کشورهای غربی باشه اونجا، یا در دسترس کشورهای متحد افغانستان باشن در اونجا مسافرت. ولی در کشورهایی که منافعشون تقاضا میکنه و سالها با طالبان همکار بودن، مثل کشور قطر، مثل کشور عربستان سعودی، اینا با طالبان همکار بودن و به طالبان کمک کردن اینقدر وقت و طالبان رو تمویل کردن، با همکاری پاکستان متاسفانه در اونجا مسافرت میکنه. ولی هنوز هم این مسافرتشان ممکن است حتی با نام اصلیشان بعضا نباشه. خیلی ممنون. آقای میر، چرا نتوانسته وضع تحریم ها بالای گروه های هراس افغان در افغانستان به ویژه افراد وابسته به گروه طالبان در افغانستان مؤثر تمام شود و مانع رفت و آمد سران طالبان به کشورهای بیرون از افغانستان گردد؟ از دیدگاه ما اگر حکومت واقعا جدی است، گزینه بهتر به خاطر از این که ما واقعا مانع افرادگرایی و خصوصا تروریسم و بخصوص جرایم علیه حقوق بشر، جرایم جنگی شویم، بهتر است که یکی از اشخاصی که واقعا در اسناد در مقابلشان وجود داره، چی با طالبان هستند چی کسان دیگه هستند که جرایم جنگی مرتکب شدن، جرایم علیه حقوق بشر مرتکب شدن در افغانستان، اونا را معرفی بکنن به محکمه بین‌المللی هگ، که محکمه بین‌المللی هگ توانمندی از این داره که این قضایا را بررسی بکنه و متهمین اگر توانمندی داشت دستگیر بکنه، یا دقیقا در لیست سیاه از اونا باشن که هر زمان دستگیر شدن اونا محکوم شوند نظر به مو جرایمی را که مرتکب شدن، چون او جدی‌تر است و او فکر کنم که یک فضای جدید در افغانستان ایجاد خواهد کرد. اما بدبختانه حکومت حاضر نیست که این کارا بکنه، اگرچه که از طرف خود محکمه بین‌المللی فعلا یک قضایی که در افغانستان بررسی میشه قضایی است که جرایم جنگی است که امریکا مرتکب شده در افغانستان. اما حکومت افغانستان خواسته باشه، به نظر من یک گزینه بهتر است و یک گزینه است که همه کسانی را که در جنگ در افغانستان چی در گذشته و چی در فعلا دخیل بودن یک هشدار است برشان. اما موضوع ملل متحد ما شما می‌بینید که یک موضوع بسیار سمبولیک است. اگر کشورها قسمی که آقای نویان گفتن همکاری کردن خوب، اگر نکردن و ملل متحد توانمندی از این نداره که بالای کشورها فشار بیاره. حالا کشورهای عضو سازمان ملل متحد در واقع ملزم به پیروی از فیصله های این سازمان هستند، به خصوص فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد. خب این چرا حالا قطر، پاکستان و دیگر کشورهای عربی به گفته آقای نویان سر باز میزنن از فیصله های به خاطر که اینا انکار میکنن. حالا شما ببینید که پاکستان انکار میکرد که اسامه بن لادن در خاکش زندگی نمیکنه، انکار میکرد که رهبری طالب در خاکش زندگی نمیکنه، اما با شما میبینید که هم اسامه بن لادن در پاکستان از بین رفت، هم رهبر طالبان حداقل مولا منصور خود امریکایی از بین بردن و مولا عمر آخوند در اونجا خودش فوت کرد به مرگ طبیعی خود. خب این نشان میده که این کشورها میتونن این کار بکنن. اما دفتر رسمی طالبان در قطر وجود دارد. در صورت وضع تحریم ها بالای گروه طالبان سرنوشت این دفتر چی خواهد شد؟ همین حالا کسان در قطر حضور دارند در واقع شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد هستند، افراد وابسته به طالبان. ما قسمی که قبلا گفتم تعداد از اینا تونستن که سفر بکنن و یک تعداد از اینا تونستن که تا چین سفر بکنن بدون از اینکه در طول راه مانعی برشون ایجاد شود. خب این زیادتر یک موضوع سمبولیک است، اما اگر حکومت واقعا خواسته باشه که به یک بارگی به جنایت جنگی در افغانستان، جنایت حقوق بشر خاتمه بده، واقعا روند صلح در افغانستان جدیدتر بسازه، بهتر است که اشخاص به محکمه بین‌المللی معرفی شوند تا در لیست سیاه ملل متحد افزوده شود. خیلی ممنون. فراخبرم پس از وقفه کوتاه ببینید. آقای نویان، پاکستان از کدام نگاه به این خواسته حکومت افغانستان می‌دبیرد؟
پاکستان همیشه خودش طالب پرور بوده و ایجاد کرده طالبان را، همونطور که خودشان صدر اعظم پیشینشان اعتراف کرد که اونا در ایجاد طالبان و او عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا سهم داشتند. طالبان نمیخواه این کسی را که ایجاد کرده یا این سازمان تروریستی را که برای عذاب مردم افغانستان و مردم جهان ایجاد کردن، اینا را به آسانی از دست بده و اونا میخواین از این امتیازات بگیرن. حتی آخرین دلیلی که اونا آوردن برای از این که امتیازات خود بگیرن در مسئله کشمیر بود که از جهان میخواستن در قسمت کشمیر امتیازات بگیرن تا بتانن در قسمت طالبان معامله بکنن. ولی اونا هنوز هم به باور هستند که گویا جامعه جهانی یا عسکرای ناتو یا نیروی نظامی ناتو، بالاخره کشورهای ناتو مایوس میشن، از افغانستان خود رفتن و باز اونا حکومت افغانستان یک حکومت ضعیف باقی خواهد ماند که در مقابل طالبان با عقبه سیاسی که پاکستان برای اونا ایجاد کردن پیروز میشن، حکومت افغانستان رو به دست میگیرن، مثل که در گذشته در زمانی که حکومت مجاهدین شکست دادن هم در خود شکست دادن و بالاخره بر خود یک عقبه استراتژیک به گفته خودشون ایجاد خواهد کردن. به همین خاطر است که پاکستان در این قسمت با طالبان همکاری میکنن و طالبان من حیث یک نیروی در جهان به حیث نیروی آزادی بخش بعضن تا هنوز هم از تروریست بودن از اونها اعتراف نکردن، ولی آخرین اعترافشان در قسمت موجودیت پناهگاه‌های امن در داخل پاکستان توسط طالبان بود که او را سرتاج عزیز اعتراف کرد و دیگه کدام از اون پیش حتی اعتراف نداشت، اعتراف نمی‌کردن که گویا طالبان در داخل پاکستان وجود دارد. بله آقای نویان، حالا شورای امنیت سازمان ملل متحد این درخواست حکومت افغانستان در واقع به بررسی میگیره. فکر میکنین که پاکستان در سازمان ملل متحد برای جلوگیری از برآورده شدن این خواست حکومت افغانستان چی کار کرده میتونه؟ معلوم دار در اونجا در سازمان ملل متحد چیزی نیست که اینا با غال مغال و جنگ باشند و اینا باید دلایل موجه اونجا ارائه بکنن، دلایل منطقی تا بتونن قناعت اعضای شورای امنیت فراهم بکنن و یا یکی در اونجا لابی بکنن با کشورهای دیگه در قسمتی که مثلا در اینی کار شما با ما همکاری بکنن، در فلان چیزی که شما دارین ما با شما همکاری میکنن و کشورهای متحد ما با شما همکاری میکنن تا بتونن یک تعداد کشورها را با خود همراه بسازن و در این قسمت به همراه با در ضدیت با خواست افغانستان اونا مبارزه بکنن. ولی فکر کنم که به اندازه کافی تروریست های طالب و همچنان کشور پاکستان دلایل بسیار معجب برای جهانیان داده در قسمت تروریست پروریشان و همچنان در قسمت اعمال تروریستی که طالبان از خود نشان داده که فکر نکنم که شورای امنیت در این قسمت اهمال بکنه و با احتمال بسیار زیاد که شورای امنیت تعذیرات را علیه طالبان اعمال خواهد کرد به فیصله خواهد. آقای میری، حالا در کنار پاکستان کشورهای عربی دیگر به خصوص قطر هم منفعتشان به موجودیت گروه‌های هراس افغان به ویژه طالبان در افغانستان میبینن. فکر میکنین که این کشورها با این درخواست حکومت افغانستان با چه روی کرده برخورد خواهند کرد؟ خب فکر نکنم که قطر کدام منافع در موجودیت طالبان در افغانستان داشته باشه، چون کشورهای خلیج اونا علاقه زیاده در مداخلات مستقیم ندارن. عربستان سعودی هم که در افغانستان علاقه داره زیادتر علاقهش نیست که افغانستان یک کشور اسلامی است باید از این وضعیت خارج شه، بلکه زیادتر تمایل عربستان سعودی استفاده ابزاری از افغانستان برحله یا مانع ایجاد بروز ایران به حیث یک قدرت منطقوی است. اونا کدام منافع خاصی در موجودیت طالبان ندارن، منتها منافعشون همی است که گروپ هایی که سنی هستند و میتونن که مانع بروز ایران به حیث یک قدرت منطقویشون از او استفاده ابزاری بکنن که تنها طالبان است که اوش میتونه که گروپ های دیگه هم شامل باشه. اما مشکل اساسی که حکومت افغانستان در شورای امنیت خواهد داشت دو کشور است.
یکی چین است که چین میتونه ویتو بکنه اگر پاکستانی ها از چین بخواین که مانع ازی شوند. چین در گذشته ایندیا هم فهرست یک تعداد از تروریست های پاکستانی را به شورای امنیت ارسال کرده بودند تا اونا شناخته شده شوند من حیث افرادی که از تروریسم دفاع میکنن که من اکنون اسمش فراموش شده. منتها چینایی ها ویتو کردن. چینایی ها میتونن که این بار نتو ویتو بکنن. و چیزی که جدید است در تحولات تازه در افغانستان موقفگیری روسا هست که روسا هم خودشان گفتن که ما با یک تعداد از طالبا روابط را ایجاد کردیم و روسا هم حق ویتو را دارن اگر اونا هم خواسته باشن که با این روابطشان با طالبا گسترده شه و یک تعداد از رهبرایشان اگر با اونا در تماس باشن اونا میتونن که از حق ویتوی خود استفاده بکنن که زیادتر برمیگرده با رقابت اروپا با در مقابل روسیه و خصوصا موقفگیری چینایی ها که همیشه از پاکستان در ملل متحد دفاع کردن. آقای میر، حالا گزارش های متعدد وجود دارد که در واقع عربستان سعودی به تمویل و حتی در برخی موارد به تجهیز گروه های هراس افغان به خصوص طالبان در افغانستان پرداخته و در کنار از این قطر هم از دفتر رسمی طالبان میزبانی میکنه. با توجه به نقش برجسته عربستان سعودی در میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، فکر میکنیم که عربستان سعودی به جانبداری از کدام طرف به لابیگری خواهد پرداخت و چی نقش را بازی خواهد کرد در این خواست حکومت عربستان سعودی پیام بسیار واضح به حکومت افغانستان داشت. عربستان سعودی از حکومت افغانستان دعوت کرد که نیرو بفرستند در یمن که خوشبختانه حکومت افغانستانی نپذیرفت و عربستان سعودی از افغانستان رسما تقاضا کرد که جزء ائتلاف کشورهای سنی تحت رهبری عربستان سعودی شوند و چون ما در یک موقف قرار داریم که ما یک اصطلاحی داریم که بین دو سنگ آسیاب هستیم که یک طرف بر ما ایران هم دست و یک طرف بگم حکومت افغانستان طال توانسته که مقاومت بکنه در مقابل خواستن عربستان سعودی. منتها هیچ جای شک نیست که عربستان سعودی قسمی که در گذشته از طریق استفاده مالی تانسته که گروه ها را خودشان مستقیم تمویل بکنن و این مرتبه هم این توانمندی را دارن. آقای نویان، سوال اخیره میخوایم از شما داشته باشیم. آقای میر، چین و روسیه را در واقع دو مانع اصلی در برابر تحقق خواست حکومت افغانستان در شورای امنیت ملل متحد برشمرد. فکر میکنین که حکومت افغانستان با چی روی کرده میتونه از صد این موانع بگذرد؟ در قسمت اعمال تعذیرها ما قدر فکر نمی کنم که چین و روسیه با پاکستانی ها در این قسمت همکاری بکنند. به خاطر از که در گذشته ها هم چین و هم روسیه در مهار تروریسم در این قسمت همکاری های داشتن با جبهه ضد طالبان، ولی در این اواخر که با طالبان جا شده به خاطر از که داعش یا چیز نیروی تروریستی دیگه که ایجاد شده با فرض از این مسئله که اونا به آسیای مرکزی ممکن است حمله بکنن به این خاطر همکاری با طالبان میکنن، به طالبان رشوت میدن، ولی فکر نمیکنن که بتونن که بازم کارگر بفتن. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه و سپاسگزارم از شما بیننده ها. خبر کوتاه در اخیر ببینید. یک بنیاد غیر انتفاعی که به وسیله پسران دونالد ترامپ اداره می شود با دریافت $1 میلیون امکان عکس انداختن و صحبت با وی را پس از مراسم تحلیل فراهم می کند. این مؤسسه که در تگزاس تأسیس شده است و مدیریت آن را دو پسر ارشد دونالد ترامپ بر عهده دارند، در ازای دریافت $1 میلیون و پرداخت این پول و بنیادهای خیریه نامشخص امکان صحبت و عکس انداختن با رئیس جمهور منتخب آمریکا را پس از مراسم تحلیل فراهم می کند.